диққат! ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст. нусхабардории пурра ё қисман аз мавод ки аз ҷунуби истеҳсолот равона карда шудааст манъ аст. S Production тақдим мекунад. خواهرم خواهرم نتوانستم شکر نتوانستم خواهرم خواهرم رو گوش گرفتم نتوانستم خواهرم گفتم نتوانستم. پس چیکار کردی برادر؟ نگاه کرده ایستادم شکر گویا رو یاد کرده باش 5 دقیقه فقط برایش نگاه کردم نظرم رو از اون نکندم. چرا با اون نگفتی برادر؟ چرا با اون نگفتی؟ با چی میگفتم؟ چی میگفتم شوکر؟ عاقبت رو یافتم اما برادرت دوست میگفتم یا که خواهرم رو با سخنان دروغ به دست بیارم در وجود این مردم یگان سخن راست نیست میگفتم شوکت. بعد او رو یافتنم حبس شدم. من مثل تو برادر ندارم. برادری من آدمی خوب است فهمیدی؟ از تو دیده آدمی خوبتر است. همه خیلی میگفت چی کار میکردم چی کار میکردم شوکت؟ ببین برادر میگفتی که این تقدیر پستم تقدیر بیشرفم تو رو از من گرفت یک پارچه جانم رو از بدنم گرفت. تمام دوست بودنت رو میگفتی اما آدمی بد نیستم میگفتی. از روز چشمم رو باز کردنم همیشه در یاردم مردم بودم. جانم رو در خطر گذاشته جان دیگران رو نجات دادم میگفتی. تمام دروغ هم میگفتی. خطای بسیار کردم اما خواهرم من آدمی بد نیستم میگفتی. چقدر زیبا گفتی شوکت. راست گفتم برادر. دروغ است یعنی ضرور دارم که دروغ میگویم. نه شوکت من که نمیتوانم اینها رو تنها با گپاندن نشود. معلش برادر من خواهرم رو یافتم کو با او آدمی خوب بودن رو اثبات میکنم. کار تقریر رو بینه خواهرم در پیش چشمانم بود از من خبر نداشتم. راست میگویی برادر
این تقدیرت رو بین برادرم. خواهرت در پیش چشمت بود است تو او رو در کجاها میگفتی؟ برادرم شفقت اینقدر صلح و گفتم یک نشانه یافتن نتوانستم. بعد حبس شدم. هیچ امید هم نداشتم که او رو میابم. آمده در محل دامولا شدم. امام مسجد شدم. مردم محل ما رو امام گمان میکردن که با این واسطه از کمیسر اونال پنهان شدم. نه با خارجه گریختنی شدم که زهره رو باخوردم و از پشت او نگریختم. مگر عجیب نیست؟ همه این به خاطر خواهرم رو یافتن بوده است. شوکت من از این دفتر یک چیز خونده بودم. یاد داری؟ کجا یاد دارم؟ کسی نجوید نمیابد اما جوینده یابنده است. فهمیدم. ای برادر در این دفترچه چی چیزهای نمیابی؟ بیا میره عرض آمده بفروش. نمیشه شوکت. همین روزها با خودم لازم است. عجبا دیدی برادرم شوکت خواهرم خونده دکتر شده است. همه عذابهای تو اون روز کشیدم رو فراموش کردم چون که خواهرم رو یافتم. دستانم تا حال میلرزند. عزیزم بسیار تشویش شده. تمام همش گذشت. چی گذشت اونم؟ چی خیلی گذشته؟ کم کدام مرد به خانه در اومده قریب که زنت رو میکشت تو باشی اینقدر آرام نشسته یا اونال؟ ینگه جان سردارم راست میگوید. نترسید گذشت کو. رفتن اون رو 1 ساعت شد. لوند لطفاً خاموش میستی. صدقه دلبرداریم شاید ینگه. ببین عزیزم من آن زاغ سیاه را که خودش را سوپرمن میگیرد که بودنش را خوب میدانم. در مدت کوتاه او را داشته پشت پنجره رمان میکنم. تو هیچ خاطر نشو. اونال من تو رو من چیکار کردم؟ چیکار کردی؟ بس بودگیسته؟ نم کلتک لوز گم شد باز زاغ سیاهش پیدا شد. عمرم را خوردی بیزار شدم. عزیزم نگو بس اکنون. وای آدم در خانه ما براحت میکش با تو میگویم او را دستگیر میکنم پس پنجره میفرستم فقط گپ میزنی. اگر آن آدم مرا قبیده میکش چی؟ زاغ سیاه بود کلتک لوز بود یا بالای دیگره پس تو چیکار میکردی؟ ینگه حال ما باوری نداریم که زاغ سیاه است. نمی شوتون میگوید که او کلتک است. سردارم بسیار آدم زیرک است. ای دمت را گیر چشمه. خس رفتیم. کجا؟ تو هم خس رفتیم. چی گپ عزیزم؟ بس کن رفتیم. کجا میرویم؟ ای عزیزم نیست راه کرد. برو تو همونال برو. عشقم عزیزم بعضا بسیار از حد میگذرونی. از حد گذراندن اونال؟ با تو از حد گذرانیدن رو نقل کنم. نقص فکر کرده برو از کار استعفا گیر وگرنه با این در نمیدروی. من در اینجا نوشته میمونم تو شاهد هستی. تمام. ینگه مرا بکشن مقابل سردارم شاهدی نمیتم. من سگی با وفایم. از این خیل میکنیم آیفون 4 میبرم شما گپ بزنید. من شما را سیام کم میکنم. انا شما میدونید دیاستون بگو. ای چور چشمت تلفن را سرت موند. مرده که آیفون 4 اوریجینال بود سامسونگ گالاکسی نبود که شپیدیش. ای تلفن یک طرف و در یک تو میزنم سرت هم میشکنه چور چشمه. اگه پول شبیه برم یک نو شب بخرم. ای در شب این نابودش میرم نصیب شد با 5-6 تلفن نو کبیره الفش میکنم. سردارم همین روز دوشنبه هم تلفن بزرگ کار میکنه. اکرانش نشکسته لامینات شکسته است. ای حاضر یک بار دیگر میپرتویم. سردارم چی پد داری؟ خاموشی. شیف یک چی بگو؟ شما با گفای ینگه اهل اهمیت ندید. نان قاق بزنم ما هرگز مقابل شما شاهدی نمیدیم. خواطر نشوید. ای بچه چقدر جدی بودنی حالت رو فرق میکنی؟
فرق میکنم سردارم، فرق میکنم. کلتکلز و زاغیسیا از دست ما نما گریختن. بخیر سردار فکر دارید؟ لمند این کار این شب تمام شود. سردارم شف نگفتم مقصد را گپ زنیم. کلتکلز رو همیشه میابیم وگرنه حله میرود. سردارم شما رو غمگین کردن نمیخوام، اما یعنی من مثل شما امید ندارم، چون که ما این کلتکلز رو کی دستگیر نکنیم کار کرده از دست ما میگریزد. در این شهر الان خدا میدونه که کلتکلز یا خبردار در کجاست. لوند سفسده نگوی پسرم، با فکرت کلتکلز حاضر در کجاست؟ البته که در نزد خواهر شای. آفرین، اکنون میرویم. تقش دیوانه شای. ای برادر، تو مثل کمپیرک های پیر به فکر فرو رفتی، مرا ترس فرا گرفت. مثل دیوانه هایی که چشمانشون همیشه به یک جا نگاه میکنند دیوانه نشوی. به خدا اگر دیوانه شوی که دلم میکفد برای تو. مرا گوش کن. ای خیز لباسایت را پشت اسکته بریم کمتر بجنبانیم. دیوانه نشوی باز. نه شوکت نه، من خواهرم رو دیدن میروم. یا خدایا، تو چیکار کردنی ها؟ یک وقت رفتنی، یک وقت دیدنی، یک وقت دیگه گپ زدنی. حاضر گفتی که یک نمر رو بیند کارها بیزی میشه. من نمیبینم، اما از کجا دانم؟ داملازی ها رو میشناسد انخیر نه؟ ای خونکی را لرزم گرفت با خودو که شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر دوملا. با نماز میروید ها؟ در این وقت آقای سمی نماز میخوندن، مگر در این وقت معلوم میشود که شما از این موضوع خیلی دور است. بله دور هستم، اما تشکر به زورو با یاری او یاد گرفته ایستادم. همه خیلی گویی یافتده. درباره فرهنگمون فراموش کرده باشید، ما با خاطرتون میاریم. بی تشویش، هیچ مشکلی نخواهد شد. ایمین باشید. رحمتی کلام، من به این احتیاج ندارم آقای داملازی. گفته بودم، آقا گفتن رو بس. نفهمیدم؟ درست حق هستید. یعنی مادامی که با خانم زهرا از خوردیتون دوستی دارید، یعنی گفتنیم که به نزدیکی در نکاح ما شاهد میشهید. من سخت خانم خوردم به درون میداریم. شما هم بیایید دملو. نه خانم زهرا، باز با شما خلال نرسون. این خیلی نگوید جانم، رفتیم. مجبور نکن زیبایکم، شاید کارشون هسته. زیبایکم؟ آقای سمیم، میبینم بسیار خنک خورده، یعنی هر خیل گپ ها گفته ایستاده. اگر خواهید به درون دروید، ما با زهرا جان برای تیاری به نکاح همون نصیحت میکنیم. باوری داری؟ شما خودتان باوری دارید که از خنکی بیمار نمیشوید؟ میلش هوا بسیار خنک است، من با درون میداریم. تمام. خانم زهرا بخیر است؟ ما چی مصلحت کردیم، شما چی کار میکنید؟ چی کار کردم؟ تمام میفهمم که دوست خوردیتون رو پیدا کردید، میفهمم. یعنی در فرهنگ ما کودک گم شده رو اگر پیدا کنن خوش رویت جزا میدین. همینطور نه خانم زهرا؟ نفهمیده ایستادم چی گفتن میخواهید؟ کمی بر رفتارتون دقت دید میگویم، یعنی باز یکون ناخوشی روی ندید. همینطور. از شما منت دارم، اما لطفاً با من اینطور با تهدید حرف نزنید. شما باره پرسیدید که چرا من اینطور گپ میزنم؟ خونو خوردم، به درون میداریم. راو خوب کن. شب خوش. یا خدایا، مثل کنه با دختر چسب بد. ای خالد.
خامشا خوردی سردار؟ چی داد میزنی؟ داد نزدم سردار. پس من داد زدم. سردارم اجازه دید یک سوال پرسم؟ نپرس. سردارم به این هم کمی پیش سوال داده بودم اما شما ما را از کوتام قپیده به بیرون برآورده. سوالم به جواب مون. شما با خونه اومدین کلتکلس را کجا فهمیدید؟ ای چور چشم سرسده نگوی. می اومد اون زن همونجا می نشست. 10 سال میشد اکش رو هم نمیبیند نمیدوند. 6 در پیش تلویزیون سریال تماشا میکنه. سردارم ممکن مولای زمانوی رو تماشا دارم. با موشی سوار شو. چور چشم دیوانه. سردارم در وقت عملیات نسترین ما گریزوندی. میگم تقام بگم بو استغفرالله میکنم. هوا رو بینا یخ کردم. سردارم یکی کلتکلس نوید چی؟ می آید. به خدا که می آید. تو با چور چشمن میبینی. خواطر نشود سردارم. پنجم شم میکشم. روتسیو بای خاندان. ای خاموشی است. بابا بلا زند. گویا در این شهر دیگر جنایتکار نباشد از پشت من میگرده. شیطان وسوسه دارد که رفته همه آنها را کفون و به حبس رو از جانم بیزار شدم. چی میگویی ای پسر؟ به خود بیا. شیطان رو به حالش گذار. حالا میبینید. زهرا رو ندیدید؟ با سلیم به بالا رفته است. فهمو رفته بینم. با سلیم به بالا رفته است. آفرین دخترم. ای چی گپ شد است مادر؟ ای چی گپ شد مادر؟ یعنی انسان یک با بیرون برآمده که می صحبت کنی می گفت. اما نه، عقل تو نمیگیرد. عقلت تو با این سستیت او رو هم از دست میدهی. چیکار میکردم مادر؟ به پیشگویش میافتیدم. بله. تولین دخترم رو راحت گذار. تو به این کار رو دخالت نکن فروخ. خیر میلش. چی کاری میخوایی کردن گیر؟ میلیس پدرت رو دیده ایستاده ای ها؟ از و یگان فایده نیست. امیدم توی چی کاری که میکنی تو باید خوب معامله باشی. هم خوشندو، هم زیبا، دانا، با آداب. میلیس یا که به تصمی معقول نیست. اوف مادر، میدونم که زیبا هست. چی فرق دارد؟ در آخر قسم کلونی تورت رو بابایم به زورو میدهد. این رو من هم میدونم. اما بابایت سمی رو دوست میدارد. اگر شما با سمی یک جای شدید در چشمان بابایت عزیزتر میشوید. بیهوده است. بابایم زهرا رو به کسی برابر نمی کند. درست برابر نمی کند. اما آهسته تو رو شاه دختری بابایت خواهیم کرد. اوف مادر، همه وقت از پشت کارهای بیهوده ای. ای میلیس بعدی همه پرواز نشستن است. یعنی زهرا در قلب بابایت تخت رو گرفته نشست. اما تا وقتی اون قلب میزند تو رو به آن تخت نشینانم. نامم طولی نباشد. تمام. میبینی؟ باور کن. من سرم یک فکر آمد. زهرا جون پن رو خاموش کرده بعد گردن که چیزی رو نمیفهمم. سلیم یک فکری زور دارم. من میدونم فکرهای تو رو. از نگاهت معلوم است. ببین زهرا باز در این کار من رو دخل دار نکنی. البته که تو رو دخل دار میکنم. این رو بین. من چی گفتم؟ تو رفته در محل آوازه میکنی و زاغیسیو این رو شنیده چی کار میکنه؟ چی کار میکنه؟ آمده مرا نجات میدهد. چی خیر؟ به خدا زهرا جان آفرین عالی جناب. پس تکرارن دزدیدن تو رو بابایت فهمیده چی کار میکند؟ دلش از کار میموند. خدا نگاه دارد. خدا نگاه دارد زهرا جان. اما بین هیچ گاه میگویم این رو فراموش نکن. زهرا تو گفتی که بازی کند؟ او خبردار نمیشود. زهرا جان از فکرت گرد. این بسیار خطرناک است.
چی گفتن میخوایی سلین؟ من اون آدم رو از کجا میابم؟ تو به همون زاغیسیا چسبیدی. تو نگفته بودی که عاشق نمیشوی ها؟ این خیلی نگوی؟ دلم رو برده است. حتی در خوابم میدراید. ای زهرو، تو حتی روی اون آدم رو ندیده، حتی رویش رو ندیده ای. ای چی کنه باشد؟ از هیجانی زیاد میکفم. دامولا زیاد فهمد به خودو شرمنده میشوی. زهرو به کی میگویم؟ دیوانه میشوم، به خدا دیوانه میشوم. نامیک پسر احمقم، این مسئله زهرا رو چیکار میکنیم ها؟ آن زن را به کارهایمان دخلدار کردیم. زنی با تقدیر بوده است. اکا من یک فکر دارم. زهرا رو یک بار دیگر میدزدیم. چی خیلی نباشد زاغی سیاه به نجاتش میآید. بعد ما رو خاپی کده دستگیر میکنیم. چی خیلی فکرم ها؟ نامیک عروس دامولازیا رو دزدیم میگویی؟ اکا برای زاغی سیاه رو دستگیر کردن میگم آخر. یعنی تو بچه شیطانی ها؟ بچه شیطانی هیچ نفهمیدی ها؟ دامولازیا بر این اولیا بر این آدم را نکاح شونده‌اش را دزدیده، مرا به جهنم بردنی ابله ها؟ با کدام اخلاط این را گفتی؟ آکا یک مرد روس آمده است. مرده که روس؟ از روسیه آمده است. لعنتی ها هیچ کار رو یاد نگرفته نه؟ چرا میپرسی؟ من در آید مرحمت آنها را جیغ زن. روس؟ Добрый вечер, дорогой Борис. Добрый вечер. Как дела? Хорошо. Пожалуйста. Что случилось, Борис Бай? Какой шамал перевел тебя сюда? Да у нас одна проблема. No проблем, брат. Твои проблемы, мои проблемы. Алиш меня. Пожалуйста, посмотрите. Кто это? Его зовут Самир. Мы были с ним партнеры, а он нас кинул. Этому брату было ущерб на $500 000. Он убежал из Москвы. 500 000 гуфти? Эй, бародар, гумон кардам ягон кори ҷиддӣ аст. барои ин $500,000 ҳатто намигро саргардон намекунам. Ты не переживай, брат. Твои проблемы, мои проблемы обязательно будем решать. Мы знаем, где он живет. Вот тут вся информация. Но здесь вы главарь. Без вашего ведома мы ничего не сможем сделать. Дайте нам полномочия или же сами решайте этот вопрос. Не переживай, лучше не связывайся. Я сам буду решать. Набоша. Я ваш должник, уважаемый Кенамбей. Вот это вам за услугу. Возьмите. Брат, ты меня обижаешь. Положи деньги в карман. Ты же мой братан. این پول یک اوهلی که نمیگ نمیشود. ладно, синок, аз як дон вискиро биёр, инро ҷашн мегирем. зуд бош. ای بچه اگون جورتی کلیچه هم توالت همون حال مبینوخی؟ معلوم بسیار هم حالت پریشان می نماید. او کلاس جان مرا کسی باز غمگین کرده است. تمام برادر، مشکلیش نیست. برادرم غمگین باشد او را کی خرسند میکند؟ البته شوکت. چی شد غمگین شدی؟ گپ زن، دردی تو دردی من است، دردی من بسویب. شوکت خاموشی است. چی گپ شد؟ بیتول رو ندیدی؟ نه برادر، نتوانستم، چون که کمیسر رونال در نزدیک خانه بیتول مرا انتظار بود. همون پاتی مویلبگیز دیوونه چه قطعی همون چورچشمه میگردن. از دیوونه هم دیوونه تر. برادر برای همون آدم توی قدر خوبی کردی ها؟ کردیم، لیکن از صدق دل کردیم. این کارها را کردیم تا که همسرش پیشش رود و ما را آرام گذارد، اما با عقل است آخر. تمام برادر، فکرشو نکن. یک لیمونچوی بزن دولین تنج میشود.
سردارم خوب رفتم بد کردم. ما هم اکنون میرویم. سفسطه نگوی چرچشمه. ای سردارم چقدر انتظار میشویم؟ لازم شود تا صبح. ای سردارم بخدا من بزرگ بیدار ایستادم، چشمانم محکم شده ایستادم. ببینید آخه این دیدی اکا؟ دیدی؟ مایلش با نوبت خواب میکنیم. تو خواب رو 1 ساعت بعد بیدار میکنم. 1 ساعت گفته سردارم 1 ساعت پوره رو در نظر داره یا که 1 ساعت گفته 1 ساعت رو در نظر داره؟ جانم 1 ساعت چند دقیقه است؟ 61 دقیقه سردارم. همین چشم خوب 60 دقیقه پس تو رو بیدار میکنم. 61 دقیقه نمیشوه. خواب رو با چشم سردارم. ای آقای نمیک، این روز عقلش رو خورده است. والله برای 500,000 مرا سرگردان کردن میخواد. این شرمندگی هیچ گپ نه. دیدم میبرایم، مانده شدم برآمده هوای تازه گیرم. ای این چیست؟ سردارم روی تو بری نوبت دار سیر سردارم. کلتا کلاس نجوم کلتا کلاس دستگیر کردم. نامرد ایستاد، گردنت رو میشکنم. نجوم سرده لالتی سرده بگویم. ای سردارم من حتی در خوابم از خفای کلتا کلاس میدم. شما باشید بجای رحمت مرا حقارت بکنید. ای بس بخدا این چه خیلی گپ زنی است؟ من سردار تو هم پسرم. چه خیلی که خواهم همون خیلی گپ میزنم. اکنون نوبت تو پسرم، حاضر من خواب میکنم. گپ زنی کودک ابی ولی 1 ساعت نشد از رفی سردارم. تو گلویم رو نجفیده باید این رو فکر میکردی. 1 ساعت پس بیدار کن. با چشم سردارم. قریب بود که رو در خواب دستگیر میکردم. چرا بیدار شد؟ دمت را گیر خوابم. استاد صبحتون بخیر بود استاد. منت دارم هجری، منت دارم. این طور از قفایم پیدا شده. استاد گفته داد زنی با قریبی گرم میکنی، با خبر باش. خدا نشان ندهد استاد. استاد گپ را دراز نکن هجری که با خدا در این صبح صادق من رو تلخ خب کردی. استاد همین دنیا گیرد هست. همین خیل نه؟ همین خیل بعد چی؟ اگر دنیا گیرد باشد استاد در وقت نماز رو برای قبله ایم، در جایمان توپ خورده پشتمون رو به طرف قبله کنیم هم باز رویمون به طرف قبله نمیشود استاد؟ با خدا این کودک رفت میگه دنیا گیرد است. یعنی استاد گوش کن هجری، من تو رو حاضر از همین جا با انقره رو بیم. تو دنیا را در زده با اونجا میروی یا که راهی کوتاه رو انتخاب کرده با اون راه با اونجا میروی؟ استاد عقل هست و منطق است. یعنی من برای کوتاه با انقره میروم. ها آفرین هجری. چرا؟ چون که تو پسری با عقل هستی. همینطور نه؟ اکنون از سببی که ما آدمانی با عقل و با منطق هستیم برای همین راه را دور و دراز کردنمون در کار نیست. آدمان گپ رو بسیار نکرده راه کوتاه را میگیرن. فهمیدم استاد. استاد مثلا این پلنتان ها خیلی به قبله نگاه میکنن؟ با خیرش با تو از آسمان یکم مکتوب فرستادن. استاد مومن برادر مومن است میگویند. هجری آنها به طرف زمین نگاه کنن بس است. راه دور نیست؟ کوتاه میشود هجری، کوتاه میشود. تو غمگین نشو. اگر با چشم دل بینن کوتاه میشود. با چشم دل؟ بله اگر درست نگاه کنن. استاد عمرتون دراز باد. آدمان دیگر سیاره با چشم دل قبله را میتوانم ببینم. چیزی نگویم می نیست. این را ببین. استاد خدا از شما راضی باشد. با عقلم این جواب ها هیچ گاه نمیاد استاد. خیر بخیر باشد. لوینت خس چی سو سردارم؟ کلتا کلاس رو خفیدید؟
من نگفته بودم که یک ساعت پس من رو بیدار کن؟ بله سردار گفته بود. یا باز خوابت برده بود؟ این خیلی فکر نکنید، من بیدار بودم لیکن فراموش کردم که چشمم را کشویم. پس چرا بیدار نکردی؟ سردارم همین خیلی شیرین خواب بودین که دلم نشد که بیدار تا کنم. با ماشین چی شد؟ بنزینش تمام شد؟ نه سردارم من خاموش کردم. تو دیوانه شدی؟ چی دخالت میکنی؟ سردارم بنزین حکومت رو اسراف کردن حرام است. ایده سردارم چرا خاموش میکنی؟ چهار چشم مرا سردارم نگوی. تمام نمیگم سردارم. پس چی بگم؟ هیچ چیز نگوی. دهانت رو پوش. فهمیدی مرا؟ جواب ده دیوانه. سردارم دهانت رو نکشو گفتید، من چه خیلی بد دهانی پوشیده جواب دیم. عجبا اید در دهانی پوشیدت گفتن گرم رفت از اون چایخانه 2 تا چای گرفته بیار کمتر گرم شویم. با چشم سردار. تمام شیرنکم گیره نکن دیگر لطفاً. نوش رو میخرم بس کن. بیتل بخیر است؟ خانم چیز شده است؟ چرا میگیرید؟ بازیچش در اونجا سخت شده است، برای همه گیره میکند. حیف شرکم، برای یک بازیچه آدم گیره نمیکند. نوش رو میخرید. من گفتم اما فهمیده نمیخواهد. چرا؟ این رو با من مادرم خریده بود. مادرت در کجاست؟ رفته است. خواهر زیبایم زود باش. تمام آمدم اکا تمام. وزیر جانکم کم صبر کن. تمام اکا تمام. کمتر دیگر من. زود باش به تو. کمان به تو. بسیار کم. اکا زکاکا. نوش رو میگی. این خاطره مادرم است. التماس اکا جان. چی شد؟ شما باز گرفتنی هستی؟ خانم به تو سالان رو نگاه دارید. دومولو اما این بسیار خطرناک است. انا بچه جان بگیر. خدا از شما راضی باشد. قریب که دلم میکفید. کاش که گفتم میتوانستم که تو رو یافتم. چی گفتی دومولو؟ هیچ چیز. کتک بازیچه‌اش رو به دست آورد، دیگرش مهم نیست. حیف سرم. تنی نامت رو گوی؟ احمد. احمد؟ مادرت با کجا رفت احمد؟ نمیدونم، خواهرم رو گرفته رفت. من خواهرم یاد کردم. تمام خانم به تو. من پسر رو با خونه‌شان برم بینیم که در کجا باشه. برای کار. تشکر. گیرین رو سخت قب هیچگاه گم نکن. رفتیم با خونه‌تون. روز بخیر. روز بخیر. یه لیموچه دم که بیار. چای نجوشیده است، کمی انتظار شوید. مایلش. تو چرا گپ رو نمیفهمی؟ چرا از خفای من میدوی؟ من از رنگ روی تو میزورم. صدقه عشق پاکی مکند. خدا من کرد کرد. با حفظی دوست داری من میخیل میکنی سره.
آتشش خود را که در دل سالهاست پرورش کردم در یک لحظه پفش کردی. روی همه اشخاصی ها این روز شل نقطی عاشقی ای خانم سلن دل مازی میکفه من دارده میکشم آسیاب بنابته یکی مادر آباده میرسم. خوب هستید؟ خوبم ساعت فوید خوبم. دروغ میگویید. از کجا فهمیدید؟ عشق آدم را به این حال می‌آورد. از چشمانت معلوم است. راست میگویی. علم آور عشق به جواب است. ببین یک چیز میگویم، عشق به جواب نیست. خیلی سا از من نفرت دارم. مرا بینمو گفت در اونجا. خیلی که میگوین عشق کلون از نفرت صرف میشه. با اون شانس بده. در این دنیا از دختر دیده قیمتر برایم چیزی نیست. این طور باشد خودت رو به دست گیر. من رفته چای رو دم کردم میارم با تو گپ میزنن. تسلیم نشو فهم؟ تسلیم نشو میگویی بود. تسلیم نمیشم. کجا گم شد؟ این دیوانه به چای برگشت کو؟ چایت کنی؟ یک سو گذاره چای رو سردارم. بسیارم کاری خوب شد. چی شد؟ کلتکلس رو دیدی؟ سردارم شنیدی چی گفتی؟ یک حیات کلتکلس میگی. با خدا بجای یعنی حله میجدم شما رو 3 طلاق میکردم. یک گپت رو خواهده گپ زن. چی شد؟ از شما یک گپی مهم رو میپرسم اما خوب فکر کرده جواب دی. چون که از اینجا به قفا روی دیگری نیست. در حیات برای شما از همه چیزی مهم چیست؟ کلتکلس یا که زنتا؟ یعنی باید حتما جواب دیم. زنم همین خیل جوابی درست. این طور باشد برای نجات عائلتون میداریم سردارم. شما کلتکلس رو فراموش کنید. به این هم کلتکلس همین جاست. به هیچ جا نمی‌گذارد. برای آنکه خواهرش در همین جاست. شما با نزد ینگه حل رفته میگوید که برای من دیگر کلتکلس وجود ندارد. او باشد باز چی میخوایی؟ شما باور کنید در همین حالت من در را به شما زنگ میزنم میگویم که سردارم کلتکلس رو قبل میدم. شما گوید که من کلتکلس رو در سرم زدگی نیستم. من با ینگه حلت استراحت دارم. تمام تلفنم میکشیم میگوی که زلال جان برای من شخصا شما مهمتر نسبت به کلتکلس. انا عاشقی سر میشم سردارم. احسن ببین در چخونه به تو چی شد ها؟ چور چشما یک بار با عقل شدی یکون ماهی بریان خوردی چی؟ دیسته سردارم ماهی بریان اساسی حاضر میایم. شما از گفتن کلتکلس گویا که دست میکشید. چی گپ میشود؟ کلتکلس خود آزادیش میکند. گفته راحت میشود و آهسته به خطابی رو دادن میگیرد. ما باشیم در همین حالت کلتکلس رو دستگیر میکنیم. بیا چور چشمم بیا تو را یک بوسه کنم. دانایی که من پسرم همه وقت همین خیل باش. آفرین به تو آفرین. راه گرد احمد. بیشترم در کجا بودی؟ مرا خواطر کردی. با خدا احمد گناه ندارد. بازی چشم گم شده بود کمی وقتمون رو گرفت. دامولا این خطاگی من بود. سحری او را کمتر جنگ کرده. هیچ گپ نه فرزند مثل جان است. بی تشویش. احمد تو رفته در اونجا بازی کن من با پدرت کمی صحبت کنم. را با دقت بازی چت رو گم نکنی. دامولا یکم کم بوده است. نه بدیل نگیرید کار من نیست لیکن یک دو سوال خواستم پرسم. احمد گفت که مادرش خواهرش رو گرفته رفته است و میگیرید.
یگان گپی است؟ نمیخواستم اما تقدیر همین بوده است. با خیر است؟ یگان کاری بد شد؟ خیلی میشود که قرضدار هستی. آخرین بار قرض گرفته قرضهای خانه رو پرداخت کردم. زنم دختر خردیم رو به خانه پدرش بود. احمد رو نیز میبرد اما با او جنجال کرده اجازت ندادم. سمی جان بسیار زیبا شده ای. رحمت یگانم، تو هم میسوزانی ها؟ چشمانت همه رو میسوزانم. در لیسه هم همین خیل بودی، از دهانت فقط گپای خوب میشنیدی. تو هم مثل پری یگانه زیبای مکتب بودی، در یادت باشد دندانت رو گم کرده بودی. ای خاموش به خاطر نیار. یک بار دیگر بخند. چی چهره زیبایی، خوب که تو را واخوردم. نگاه زیبایت مسکننده از مخدم. آفرین دخترم، آفرین. تولین تو اینجا چی کار میکنی؟ با آنها نگر. بیا رفتیم فرو، باز فکری بد نکنند. تولین من میبرایم. با کجا میروی؟ یک جورگیر 3 ماه میشد که پول اجاره رو نداده است. رفتم پول اجاره رو گیرم، با ادوکات واخورده به آنجا میرویم. در میآیی؟ با خدا نمیدونم، وضعیت رو میبینیم. مایلش بروری کور. ملیس جان، گپ زن جانم. تو زاغ سیاه رو میشناسی؟ زاغ سیاه رو؟ نه خدا. فقط میدونم که او زهرا رو نجات داده در نظرش قهرمان شده است. این کپیترانی عاشق را ببین. بیا میرویم. به کجا؟ سورپریز. سمی جان، ما در کارخانه کار داریم، با آنجا رفته استادیم. هیچ اعتراض نمیخواهم، کوشش هم نکنید. همه کارهای کارخانه رو سیلین میکنند. ها سیلین جان؟ البته. خیز خوری مامات کندنی بخیزم کلاس. خواه رفتی ها؟ بوی نسکی تا یک جا خوب میبره. خاموش نصف روز شد، خیز اکنان این چی خوب شد؟ ای کلاس جان میدونی چی؟ یک خوی زور دیده استبادون بیدارم کردی. کوبه خوب کنم بینم دوامش چی میشه؟ با خدا شوکت، من با تو از خوابت دیده حادثه خوبتری رو نقل میکنم. نقل نکو. کو بگو چی؟ صبح بر وقت به نظرش رفتم. بشوخی میگوی؟ با او گفتی؟ اما گفتن نتوانستم، بسیار ترسیدم. ای برادر تو عجب آدم بوده ای. باید با او میگفتی خواهر چند سال میشود اکاد رو ندیده ای، آخر رو در فکر اکاش هست. نمیشود شوکت، نمیشود. حالا بر وقت است. کمیسر اونال حالا از جستجوی من دست نکشید، از کفت و کوب کرده در آخر مرا مییابد. باز کنعان دیوانه اینجا است. اگر فهمد که آن خواهر من است به او یگان ضرر میرساند. ای کنان یه هات دیوانه، او از کجا ضرر میرساند؟ این خیلی نیست. عقل او یک میرود و میآید، چیکار کردنش معلوم نیست. خدا از شما راضی باشد. قریب که دلم میکردید. کاش که گفتم میتوانستم که تو را یافتم، اما میدانی شوکت، چنان میخواستم خواهرکم گفته را سخت در آغوشم گیرم. یه رود سیاه کرد. مایلش کجا؟ با نزد زهرا میروم. بمیره. نه تو نبیو. نمیو. چرا نبرم ای بچه؟ ما برو هوای تازه گیریم، یا که یکم پراتیو گاز بیار همینجا بشینیم دست هر مکشدگی. چی ما آدم نیستیم بطره؟ تمام شوکت، کمی دیگر صبر کن، من تو رو با یک کاری ضرور میگیرم. ابا چه گمش کن؟ راننده زهرا میشوی. چی راننده زهرا گفتی؟ چی برای چی؟ یا اینکه باز نقشه کلتا کلاس است؟ نه پسرم، چی خیلی نقشه کلتا کلاس ها؟ کنعان دیوانه گفتم، با فکرم آمد دختر رو یک بار دزدیدن، باز یکان کار دیگر کردن شود چی؟ تو نظاره چی میشوی؟ بششون کنی بکن؟ بخیر است. چی شد؟ چی خیلی بوی دروغ اومده است. تو مرا به جای برادر حساب نمیکنی. کنعان دیوانه گفته فریب کرده ایستاده. او سمی
پیشش نبیه گفته به همین خاطر مرا شفور میگیریم. باز کدام سمی ها؟ یا خدایا سمیش کیست؟ زمین کفتو من در آمده روم. سمی میگوید زمین کفتو من در آمده روم. رود سیاه که مایلش تو کمتر دم گیر. برگم شد. دوملوزیو سلام خانم سیلن. سلام. زهرا در خانه باشین؟ نه در کار است. در کار؟ ماشینش اینجاست کو؟ با تاکسی رفت؟ با تاکسی؟ آقای سمی در خانه؟ سمی؟ سمی خودمون؟ ها سمی خودمون. من از کجا دانم؟ مالش تو بازدید. روز بخیر. برتگی کاسه نیم کاسه است. حالا میبینیم. سورپریز به خاطر آوردی؟ جونم به یادم اومد نخود فراموش کرده باشم. بسیار سورپریز عجایب کردی. دروغ نگوی به یادت نداری ها؟ واخوری اولینمون در اینجا گذاشته. سمی چنان گفتی که آدم حیران می شود. آن وقت 2 قهوه نوشیده بودیم تمام. آن وقت ما چرا جدا شده بودیم؟ فهمیده بودم که تو نقصیده داشته بودی. ببین در اونجا نشسته بودیم. رفتیم. بیا تو از کجا همه این رو به خاطر داری؟ مرحمت خانم. رحمت. لبر خانم زهرا شما در کجایید؟ با سیلین در کارخانه. با من دروغ نگوید خانم زهرا. خانم سیلین حاضر در نزدم بود. با سمی؟ بله. در کجا بودن نترگوی حاضر می آیم. برای چی می آید؟ به کدام خاطر جانم؟ ببینید خانم زهرا من از این کارها بسیار خسته شدم. این آیله داری ساخته را خاتمه دهیم. ما در قهوه خانه نزد ساحلیم. تمام از آنجا نروید من می آیم. چی داملا بود؟ بله به اینجا می آمده است. یا اینکه با ما رشک میکنه؟ نه جانم چرا رشک میکرده است؟ پس چرا دروغ گفتی؟ چه خیلی دروغ؟ با سیلین در کار گفتی؟ نمیدونم چه خیلی که سر و سیمه شدم. سمی از اینجا روی خوبتر می شود. چی مرا میزند؟ سمی لطفاً به خاطر من. سمی کجا شد؟ با زهرا برآمد. با او سورپریز میکرده است. هیچ گپ نشیرینم غم مخور. سورپریز اساسی رو با زهرا ما میکنیم. ببین مرا خوب گوش کن. امروز بابایت رو باید دکتر نظارت کند. بابایت رو با دکتر تو میبری؟ خوب دیده استودید مادر. بابایم بغیر از زهرا به کسی به دکتر نمیرود. زهرا رو به من گذار. تو بابا باید کردار شد. مرا فهمیدی ملیس؟ ای فهمیدم مادر. انشالله. سلام. سمی کجا شد؟ رفت. خانم زهرا این کارها با شما نمیزه. پس چی به من میزیبد؟ با دوستم من آمده قهوه نوشیده نمیتوانم؟ شما به من دروغ گفتید. میدونستم که این طور میکنید برای همین. خانم زهرا بار آخر میپرسم با سمی یگون مناسبت داره؟ چند بار باید جواب دهم؟ گفتم که نه. مادامی که نیست چرا او رفت؟ من خواستم باشدم بچی به شما باید حساب دهم. خانم زهرا من به شما گفته بودم شما از من یک چیز خواستید. با خاطر بابایتون این را قبول کردم. اما شما اگر مرا هیچ کس نحسابید
من این اویله‌داری ساخته را دوام نمیدهم. دانسته گیری. شما مرا تهدید کرده ایستادید؟ نه، تهدید نمیکنم. دیگر این را طاقت ندارم گفتنیم. خفه نشوید. من هم آبرو دارم. شما حق هستید. از من خفه نشوید. من باید با دقت‌تر باشم. تمام. عذر میخواهم. من هم بعضا خودم رو اداره نمیکنم. یعنی من در این اویله‌داری ساخته چقدر رفتار کردنم رو هیچ نمیفهم. با من همچنین شد. اون وقت شما رو با سیول دیده چگونه رفتار کردنم را ندانسته غوغا برداشته بودم. یادتون است؟ حادثه های خوب در زندگی کم رخ میدهند. داملو، در حقیقت به شما چه خیلی منتداری کردنم را نمیدونم. شما برای من بسیار کارین خوب کردید. اگر داملوگویی رو بس کنید بسیار خوب می شود. اون کن اونی دیوانه این صبح هم در گرد و اطراف خانه می گشت. این آدم از من چی می خواهد؟ دیروز به کارخانه آمده بود با ما همکاری کنم می گفت. هیچ نفهمیده. دیوانه تیار است. چیکار کردنش رو نمیدونم. از نه محافظ پرسم چی؟ نه، آدم های از نه چی در کن. عجبا میگویم شوکت رو با شما گفتم. شوکت رو با نزد تو، یعنی همچون یاردم چی برین دی هم تو رو محافظت میکند و هم فکرم با تو پریشون نمیشود. با خبر میشتم. تو با این راضی؟ نمیدونم. آیا از هودش میبروید؟ میبروید. شوکت زور است. کمتر ساده است. یعنی دیوانه بر این است اما میتواند باوری دارد. وای داد، این چی است؟ بله جانم، در رو میکشویی؟ بخیر است نه؟ استعفا برآمدی؟ زنک جانم این طور نکن. استعفا دیم چه خیلی روز میگذرانه. فکر کردی؟ پولهای بابایت رو تمام کردن نمیخواهم. کمی با منطق باش. یا خدایا، من رو با منطق باش میگویی؟ یعنی از قفای همه جنایتکاران من میدویدم و فکرم تو اینها رو فراموش کردی. حیاتم کارم همین. کارت در امنیت صدها پلیس است. از سحر تا بگو مثل تو کلتاکلاس یا که زاغ سیاه میجستگی پلیس دیگر باشد. عجبا. وعده میدم که نوم آنها را دیگر در این خانه به زمان نمیگیرم. از من خفه نشم، لیکن من این رو بارها شنیدم. چرا باور نمیکنی؟ با خدا که عقلم به جایش اومد. در رکشا گپت نمیگذارد اونا. من از این گپا سر شدم. در رو نمیکشایم. رو از اینجا. تمام. من نمیدرویم. این طور باشد تو ببرم برا. تو رو به طرف خانه بردن میخواهم. چی میگویی؟ تو در همین ساعت من رو به طرف خانه بردن میخواهی؟ بله، به یک جایی زیباترین شهر رو میبرم. یا خدایا. رفتم. اکا چی گپ شد نمیک؟ باوری تو نمیاد که چی گپ ها شده است. چرا باور نمیکردم؟ چی شد؟ خیلی پیش اکرم گفتنی مرد را کافت کاپ گفته بودید که خیر کافت کاپ کردم اکا. وای بسیار آدمی بای بوده است. بعد به من چی؟ وای در محله 46 مرکز سودا ساخته بودید که ای نمیک همه دندانهایت را زده میشکنم. بعد نرس کرده میفهمانی. ساز کرده فهمم تیز. وای آدم مرکز سودا رو خریدنی بوده است اکا. این کار را ببین. بیا حضرت دست بگیرم. گوشم با نزد آقای اکرم میریم اکا. با جای کار زورا خوب. من هیچ نفهمیدم اکا. ما از قفای تکه اکرم نبودیم. تکه گفتی؟ باز چل تکه ها؟ تو هم زبان برآوردی ها؟ من اکا گفتنی بودم تکه دم برآمد. میبخشی اکا. وای قربان تو به محله را من ینگد را یک زیارت کنم.
جان چی گپ شد؟ مرا خاطر کردی. ای سلین نپرس، بسیار کارهایی نمیخواسته کشت. داملوزیا بوده؟ تو از کجا میدونی؟ از خونه برآمدنم تو رو پرسید. من گفتم که به جای کار رفته است، اما به فکرم باور نکرد. بله باور نکرده است جانم. با من زنگ زد، دروغم رو فهمیده به نزدم به قهوه خونه اومد. چه خیلی قهوه خونه؟ سورپرایزی سمی میدانی چی؟ قهوه خونه که یک مرتبه قهوه نوشیده بودیم. بعد چی شد؟ بعد هیچی، مثل آنی رفتار کردم که گویا به من مخکول است. میزورو این داملوزیو انیق به تو دل داده است. نباشد ایستاده به قهوه خونه میرود؟ نه چه علاقه دارد سلین، این طرف نیست. چرا با من دل بندد؟ و آدم برای اعتبار خودش میگوید. زورو جان تو دانا هستی، با عقل هستی، خوشرو هستی، چرا دل نمیداده است؟ ببین سمی از آمده گشت چی کارهایی نکرده ایستاده است. سلین به تو سمی مخول شده است؟ یعنی بچه خوشرو است. شما را یک جور کنم؟ زورو یگان کار نکن، یگان چیز هم نگویی که خفه میشوم. خفه نشو جونو که من تو رو نمیرنجونم. دختر در اینجا که غیبت کرده ایستاده این؟ ینگه جان این چه سورپرایزی؟ خوش آمدید. شما به اینجا ها نمی اومدید کو؟ خوش آمدید. خوش باشه. به خرید و فروش بر اومدم، جای توقع رو نیافتم، برای همین در جای کرد ماشینم رو موندم و هم تو رو دیدن خواستم. بسیار ناز کردید. مرحمت گذارید، با یک قهوه شما رو میهمان داریم. با خدا خوب شد، تا حال قهوه اینجا رو ننوشیدم. من تیارم. زورا حالا هم نامده است، می آمده است. با یک زنگ زن، نباشد دیر میکنیم. ملیس زنگ زده است. لبه ملیس جان؟ زهرا بابایم تو رو میپرسد باید به دکتر روید یا اینکه فراموش کرده ای؟ نه خود که فراموش کنم، خودی حاضر میایم. زهرا جان چی شد؟ بابایم رو باید به دکتر ببرم. کلید ماشینت رو میدهی؟ زهرا جان من به ماشین آمدم، به تاکسی آمدم. زهرا جان من تو رو میبرم. ینگه جان بسیار کاری خوب میکنی. رفتیم تیزتر. چی میگوید؟ می آمده است بابا جان. می آمده است. دیر نمی کرده است. خاطر نشوید بابا جان، من در همین جایم، یک جای می رویم. اینقدر ماشین بسیار در راهیم که این خیلی رفتن گریم دیر میمونیم. زهرا جان سر و سیما نشه، حالا از یگان جایی بی ماشین تر می رویم. تو به طرف چپ به همین کوچه درو، از این طرف نقصر بوده گیست. وای دیر میکند. تو تلفنت را گیرو به دکتر زنگ زده و آخری را من کن. نمی شود بابا جان. چرا نمی شود؟ از تو میپرسم شدن و نشدنش را. داد و فیقانم کنی به نظارت دکتر می رویم. فهمو بابا جان؟ از این طرف تماما بیزی. ای خدا من از کجا دانم دختر، همه روحی خولی میکوبند دیگر. چی کار میکنیم؟ سری وقت نمیره چی مکنیم؟ به میلی زنگ زن وای بر زنگ زن وای میبرد. لبای زهرا ملیس در راه ماشین بسیار از سری وقت آمده نمیتونم. این سفر تو میبری بابایم رو؟ تمام خاطر نشو. چی میگوید؟ دیر میکرده است بابا جان. کنی تلفن رو ده. بابایم تو رو میپرسد. بابا جان در راه ماشین بسیار از شما رفتن گرفت، من میآیم. خوب یکی نتیجه بیزی براید؟ نمیبراید. التماس مرا غمگین نکنید بابا جان. میروید تمام وعده دهید؟ تمام. تمام. در بیمارخانه وا میخوریم. خیزید وقت نگذارد، تیز براید. تمام خیز میرویم. تمام بابا جان. استاد دیگر از قفایم اومدن ترسان گفته بودید که برای همین از پیشتون اومدم. آفرین هجیری آفرین.
سوالات من هم راحت کنم تو هم. استاد من سوال پرسی نآمدم، با شما برای تشکر گفتن آمدم. الله اکبر. با شرافت شما بسیار چیز را یاد گرفتم. من چیزی یاد ندادم، تو چی رو یاد گرفتی که؟ استاد شما چگونه انسانی بزرگ هستید؟ ببینید باز یک چیز دیگر آموختم. استاد خداوند تعالی از شما برای استاد راضی باشد. یا الله هجری، من از تو برین شاگرد همیشه فخر میکنم. سلامت باشید. پای پیش درو. آش نهار میرویم ها؟ آقای اکرم کنی گپ زنید یگان شکایت دارید؟ نه یگان شکایت ندارم. ای بابا جان روزی گذشته سرتان درد کرده بود کو؟ آقای اکرم اگر این خیل کنید من چگونه به شما یاری میرسانم؟ آقای دکتر من بس این چندل آمدم آخر. این خیل چیزها میشود، این نرمال است. سرتون چرخ میزند، خسته میشوید. همین خیل میشود؟ بعضا میشود. برای یگان چیزی اینه گفتنم نتیجه خونش رو دیدم در کار. چه خیلی که میدونه شکمی گروس نبودنتان لازم. دکتر جان من به این هم قریب مانده است. تو بسرم این کارها را نبیار. نه بابا جان لطفا. آقای دکتر چیزی گوید همان را میکنیم. تمام؟ شما نترسید، من دیگر شما را آواره نمیکنم. بگو به خونه‌تان اومده میگیرم. بابا جان در اینجا شینم. مرحمت. ما رو ببخشید بابا جان. بابا جان زورا جان بخشش پرسیدن لازم نیست. تشکر به نیلیس به همه چیز یاردم کرد. والله مثل تو خوب نگاه کرد. زیق نشد. آقای دکتر حالی بابا هم چی داده است؟ سراسه من نمیشویم حالا میگویم بعدی نتیجه ها اگر گویم به شما خوبتر میشود. این خیل باشد آقای دکتر گیرید اینها را گیرید. عزیزم چند وقت میشود به اینجا میخواستم بیایم، چند خوب شد. عشقم از همین وقت همه چیز دیگرگون میشود. به تو وعده میدهم. من باوریم نمیآید. یعنی در حقیقت عقلت به جایش آمدنش رو هیچ باوریم نمیآید. میخیل لیک آمدم. تو مرا از در بیرون کردی. خودم به خودم گفتم که تو چی ها میکنی ها؟ مثل گل یک زن دارم. تا سحر در کوچه ها گشتم. یکمین باره که شناس شده بودیم نیست چونین میکردی گردی محله میگشت. قریب از غفلت نمیدویدم تمام. بابایم دیوانه میشه. ببین یک همین دیگر نشده است. وای تو حالا مرا بینه دیوانه میشه. تو هم بسیار یک روی کردی. آخر چی میشد با آنها یک جای زندگی میکردی؟ یگانه همش گذشته رفت. اما بابای دیوانه شوی را کدام وقت سر کرده بود؟ تو دانشگاه را پرتافته بودی همون وقت. عقل حاضر هم میشد نمیپردافتم. باز رفته سپاری چی؟ میبینم بعد چی میشود؟ نه نمیشود بسیار دیر شد. نه برای یکون چیز دیر نشده است. تو اگر خواهی میکنی. در حقیقت من در پلویت. ببین در یک روز چه خیلی دیگر شدم. نمیبینی؟ یعنی میبینم ولی برای باوری کردن هم مشکلی میکشم. مثلا با تو حالا زاغ سیاه گویم جانش در دوزخ سوزد. کلتا کلاس گویم خدا رحمتش کند میگویم. دیگر چی گویم؟ جواب نمیدی؟ به هر یک کارهای مده شده زنگ میزنن. زنگ زده ایستادن بردار شاید جدی باشد. گیرم؟ بله. خیر چی گپ شد لوند؟ من تیت زنگ زده مرا ناراحت نکنین نگفتم با همسرم در خوراخوریم نمی آیم. اما سردارم یک خبری مهم از وجدان انسانی به خاطر به شما زنگ زدم. حالا تو در کجایی؟ سردارم این زمان من خواهر کارت کلاس رو نظارت دارم در پیش مغازه. آفرین تمام بعد گم میزنه. قبل سردارم استراحت کن. مسخره بازی سردارم ببین. وای من خود رو دیگر داشته نمیتوانم. تو رو بوسه میکنم بیا. بخیر باشه جانم. زنک جان من. شوهر جانم. عزیزم اینجا یکون چیز مان؟ بسیار هم شیرین شدی. با سردار درو گفتن گناه عظیم است. اگر میگفتم سیلین رو انتظارم در پیش ینگه دادوهای کرده نسترینی را میگریزم. جیگرک تبخم سیلینه.
روز بخیر خانم سلین. روز بخیر. چی شد؟ شما در این ساعت تاکسی نمیابید، اما با کجا می روید؟ با بازار. اگر تاکسی هم آید با اون طرف ها شما رو نمیبرد. مرحمت، من شما رو به جای میرفتگیتان میبرم. زحمت نکشید، بسیار همین ندارم. تشکر. استغفرالله خانم سلین، چه زحمتی؟ من با ذوقی کلان میبرم. مرحمت. رحمت، خودم رفته میتونم. رحمتی کلان. دستما با بالا. هوپ آیسته آقای پلیس، در نزدتان خانم ایستاده است. لوینت، تو در اینجا چیکار میکنی؟ نترسید خانم سلین، آرام شوید، شما را نجات میدیم. آیسته آیسته با آغوش منه و نزدی من بیاید. خیلی نجات میدی؟ تو دیوانه شده ای؟ این کنعان دیوانه شما را دوزیدنی است؟ نه، چرا ما را دوزده؟ این نخواده؟ تو دعا کن که در نزد ما خانم سلین ایستاده است، نباشد من جایت را نشان میدادم. بچه حقارت نکنی با. اگر کنم چی میشوده؟ دستگیر میکنم. نه، با کدام جنایت هایم؟ بلیسر حقارت کردن ستای وزنین داره. عینی حال سرتون رو در اسنک دولتی زدید، سلین رو غم دادید، به خدا 1100 ستت بزنن ای دولت گمت میکنن. سلین نگرفته به خانه شنبه رو یگان نغمه بازی نکنی با. خانم سلین، شما با اولای کپی رو به خانه برگرده که برد بریده ایستادن، پریچاسکت ویران میشود. تو راگن بعد به شعبه امنیت بیاید و این احمق رو وضعیتش رو ببینی. پیش دارم راگن. مایل سلین جان. خدای توبه. خوش اومدید. خوش باشید. چی میخواهید؟ قهوه. چی خیلیش باشد؟ مالوشنی. مایلش حاضر. سلامت باشید. این همسری من مزاری با شفاعت باشد، همه پیش او می آید. این چی کار است؟ برادر یبلکه بدای. بس بودگی چقدر چه میخوریم؟ برادر جان، هزار رحمت کلام، به شرافت تو من صاحب کار شدم. شوکت، در چشمون جانم، اما با عقل خودت یگان کار نکن. یگان چه شود به من خبر ده. آی برادر جون، به همین گپای بوگینکت سخت دلی مرا رنجوندی. حالا گفته بودم دلت رو همون رنجوندنت رو همه. کی باشد وای؟ داملو، شما رو ناراحت نکردم. استغفرالله خانم بتون، مرحمت. از دیروز باز فکرم در احمد است. با پدرش صحبت کردی؟ و فهمیدم که احوالشون اونقدر خوب نیست. پدر احمد با احوال مادیش تنقیصی میکشد، برای همین زنش خواهر احمد رو گرفته به نزد مادرش رفته است. خدایا، بسیار زیق شدم. کاش که از دستم یگون چیز آید. یا خدایا، من غمگین شدم. کار کردن میخواهم، اما یعنی رفته گردنم یکی زنش رو از راهش میگردم. یک جا روی میشود؟ میشود. من یگون چیزی پوشیدنی گرفتم. تمام، انتظار میشوم. شوکت بیتون آمده است. شنیدم برادرم، چشمانت نور میدهند، میبینی همش خوب شده ایستاده است. انشالله شوکت، انشالله شوکت. چیته؟ برادر جان، روزهای خوب ما را انتظار است. خدا الهیم همیشه روزی خوب باشه. برادر، خواهرت دیدی دهنت گیز میشود. پس گردن که میشونود. سر و سیمه نشو، بو کار جزیر نکنی. سلام رو ده کنی. مرحمت بو بیشون. تا باز دید. خدا اح نبینید. سلام شکر بیدون. موی طلب خیست. مرحمت، نوش جان کنید. تشکر. اگر ممکن باشد از شما یک چیز را پرسم. البته پرسید. زاغ سیاه گفتنی آدم رو شنیدید؟ شنیدم. تمامی محل از او گپ میزند. چه خیل آدم بودنش رو میدونید؟ نه، کاش که میدونستم.
قهرمان شدنش رو همه گپ میزند، اما در رویش نقاب بوده است. کی بودنش رو نمیدونم. یعنی رویش رو هیچ کس ندیده است؟ نه، اما با کسی یاری لازم شود در رو پیدا میشود. بسیار همجویی. بس تو قهوه نوشی اومده یا زنی مرد رفتی ای نمیک، تو چی کار کرده ایستاده ای؟ با بیرون رفت. تو چی دیوانه شده ای؟ چی کار کرده ایستاده ای؟ مهمان ها رو راهشان رو بریده ایستاده ای. سر گرگ نکه تو رو کی چونی ترک کرده است؟ برو رو از اینجا. رو گفته. رو زود رو حالی بی مرا ببخشید. استغفرالله خانم، این خیلی چیزا میشود. نامی تو چیست؟ بهار. اینقدر نامی زیبا بوده است. پس نامی تو چیست؟ بتول. نامی شما چیست؟ نام من زیا. رفت دخترم، ببین بیا چی کار کرده است در آشخانه. ماشاءالله بسیار هم فرزندان شیرین دارد. سلامت باشید دامادا. برای کودکان چی بودن پدر و مادر رو، چی خیلی خوب بودنش رو من نقض میدونم و در این سن سال یاد برادر رو کردن. دامادا پرسیدن ای بس، اما شما رو به اینجا شوهرم فرستاد؟ نه، این خیلی چیزی نیست خونم. از کجا گرفتید؟ اگر چنین باشد من خودی حاضر میگویم، دیگر به نزیوی بر نمیگردم. اپا جان، چی گپ میشود که نکنید؟ این کودک رو از خود جدا نکنید التماس. با گفتن آسان است. شما چی بدانید تنها زندگی کردن رو نمیدونید. من در آن فکر هستم که به خوراک کودکایم چی اندازه مفته میاندیشم. شما حق هستید خانم، حق هستید، ولی همه چیز یک چاره دارد. شما کم طاقت کنید و اکنون طاقتم تماما طاق شده است. برای چه شما این را نمیفهمید؟ زورا جان، التماس مرا از این لوین خلاص کن. اوف، سفسته نگو سلین. وای به تو چی ضرر دارد؟ با چنین محافظ گشتنت خوبتر نیست مگر؟ زورا جان شوخی رو بس کن، احوال جدی است. اگر به یگان کس سلام کنم میترسم که از یگان جو پیدا شده او رو میزند. اگر دستم رو خواهد به فکرم میپروند. برای چی هم چخیل نغز خیر؟ کوش که من رو یگان کسم خیلی دوست میداشت. جانم تو زاغ سیاه رو داری کن. زاغ سیاه رو میگوی جانکم؟ زاغ سیاه رو من دیدم مگر؟ ها؟ اگر که خودش خواهد بعد پیدا میشود. اما وقتی دوزیدن در او پیدا شد کو. امروز در راه ماشین بسیار بود، او به یوریم نامد کو. بار اول است که بابایم همراه ملیس رفت. یعنی زورو جان تو هم وای رو سوپرمن خیال نکرده ای؟ به نظرت پریده نمیوید آخر؟ ای سلین، من تا حال حیرانم که داخلی اون نقاب کی است. به خدا زورو، در حقیقت من هیچ حیران نیستم. رفتیم، بسیار انتظارمان شدن برای خوراک‌خوری. تشکر زیاد. فرخ، از آدمان اجاره‌گیر یگان خبر هست؟ جمع کرده توانستی؟ نه پدر جان، پول رو داده نتوانست. گفت کمی مشکلی دارم و من التماس کمی وقت دهید. از گفته‌هایش برمیآید که با مشکلی دچار شده است. دیگر چی گفتنم رو ندانستم. وای عائله دار است؟ بله پدر جان. فرزند دار؟ 15 فرزند دارد. اینها همین فعلا اول فرزندها رو میکنن، بعد در درون قرض زندگی کرده میگردند. آدم چنین تواناییش فرزند میکند، همین فعل نیست جانم؟ فرخ، تا خوب شدن احوالش از وی آدم پول اجاره نگیر. تمام پدر جان. گفتگی برین دکتر چی گفت؟ سلامتیتون خوب است؟ چی میگوید؟ باز همون گپا؟ هر رفتگیم باز همون احوال. وی هم به جانم زد. مالش آسیا بنوبت. خدا نگه دارد. انشالله. اشتهای تام. اینقدر آسان است بابا جان. از این پس از خوردن بعضی خوراک‌ها پرهیز میکنید. ای در فکری بابایش فقط. ببین کاری کردگیش را. بابا جان شخ شدم موندید که ملیس راست میگه. بابا جان باید شما دقت دهید لطفا.
شهناز زنگ میزنند. دامولازیا بودگیست. شام بخیر. دامولا خوش آمدی. شام بخیر. شام با شما. شام شما هم بخیر دامولا. دامولا کمی دیگر دیر میکردی از خوراک شام میماندی. شهناز با دامولا در آنجا جای کن. نه لازم نیست. در اصل آقا من به نزد شما با یک کار مخصوص آمدم. مخصوص؟ تمام. به این هم از پیشم خوراکم را گرفتند. به همه اشتهایتان. تشکر. دامولازیا در تنهایی گپ میزنیم گفتی یگان چیزی جدی بودگیست. آقای اکرم من چگونه گفتنم رو نمیدونم. یگان مشکلی است؟ بله آقا یک مسئله هست. دامولازیا یا که بین تو و زهرا یگان چیز رخ داد؟ سلین همه چیز رو میگفته باشد. زهرا جون گپ زده همه رو حل کردیم. گفتی که چرا نقل کنم؟ من از کجا دانم چی میکنم اگر نقل کند؟ از هیجان میمورم. جانم تمام. ایستا به خود بیا. چی گپ شد زهرا؟ خوب استی؟ رویت سب سفید شده است؟ از من؟ سمی جان بفکریم چیزی نفوریده است. زهرا جان خیز رویت روشوی. خیز. دامولازیا بین تو و زهرا یگان چیز شد گفته پرسیدم. نه آقا نه چون این مسئله نیست. یعنی من با یک خواهش اومدم. مرحمت؟ آقا در محله یک آدم تنقیصی میکشد. کمی مشکلی داره در موضوع مادیش. قرض گرفته است. خانهش رو میگیرن. زنش دخترش رو گرفته از خانه رفته است. و آدم با پسرش تنها در کوچه مانده است. آقا در دنیا عذاب کشیدن رو از من خوبتر میدونستگی نیست. با فکرم میترسم که وای آدم یگان کاری ناخوشی نکند. راستی گپ یعنی دزدی کرده به سرش بلا نآورد. بسیار خواطرم میگویم که با او یگان جای کار یابید تا زندگیش را پیش برد و خانه ویران نشود. دامولازیا این خیلی باشد. وای برادرها به نزدم فرست. صحبت میکنیم با او. چی لازم باشد میکنیم. با یگان کارش میمانیم. در حقیقت بسیار منت دارم از شما. چی گفتنم رو نمیدونم. سلامت باشید. تو سلامت گویی را یک سومانو میدونی. وقتی من هم کم مانده است. من تا حال تاریخ نکاحتان را انتظارم. من خودم بسیار میخواهم. تقدیر یعنی به زهرا هم گفته بودم به تو نگفت. این را با نکاح حقیقی حل کنید گفته بودم. گفته بود آقا گفته بود. این خیلی باشد در بین یک هفته تاریخ نکاحتان را انیق کنید. به نزد من دیگر با این خیلی بهانه ها نآیید. دامولازیا هرچی که خواهید. سلی سرم چرخ میزنده. زهرا جان یگان چیز نشده است. آرام باش. وای من نکن. چیزهای خوب را فکر کن. آرام کوشش کن آرام باشی. سلین اگر بابایم فهمد دلش میزند. تمام جانکم هیچ چیز رو نمیفهمد. سلین به من چیزی میشود. زهرا جانم به خود بیا. زهرا جان. زهرا جان خانم خوب هستید؟ گفته بودید سی رو فوش نمیکنید کو؟ بخیر باشد خانم سلین. چی فوشه؟ بابا بوی اکرم همش رو گفتید می خیلی نه چی؟ پس چی گپ زدید؟ پس درباره چی گپ میزدید؟ یعنی خانم ها با دل نگیرید اما این مسئله شخصی بود آخر. اما در صحبت با موضوع نکاح رفته. آقای اکرم گپ رو گوش کردن نمیخواهد. یعنی زهرا خانم با فکرم با شما گپ زده است اوید نکاح حقیقی. در بین هفته این کار رو حل کنید گفت و موضوع رو محکم کرد. تمام زهرا جان تمام. جانم هیچ گپ نیست. تمام. نه خواطر نشوید هیچ گپ نیست. یکون چیز فکر کردم میبرایم خانم. یکی همه رو فهمد. نه لطفاً آرام شوید.
یگانم چی کار میکنی؟ تمام شب چنین غمگه میشینی؟ تو چرا پوشیدی با کار میروی؟ نه خیز بیرون برایم سیر کنیم هر دو یک جای کمی استراحت کنیم. چقدر بارون آخیر؟ مثلا با کینو رویم. با کینو؟ تو 2 ساعت باید تلفنت خاموش میشود از کارت خبردار نمیشه. خانم علی شما اونلی نو را تا حال نشناخته در فکرم. خیز پوش و خیر. شوهر جانم امروز تماما با کار نرفته این رو میدونی؟ میدانم. خودم را اجازه دادم گویم نمیشود که. میشود؟ چرا که نه؟ شوهر جانم. جانم. بیا لبش فیراد کرده. بیا این جناب را تو دستگیر کرده؟ بله سردار. گناهش چه بوده است؟ در وقت خدمت وطن با پلیس اخورات کرد و با سرش در زنک دولتی زد. چشمه دیده و دانسته پیش ماشینش را میگیری، همه این بس نبوده سرش را در علامت راه میزنی. اگر حالا شکایت چی شود چی کار میکنی؟ سردارم در اصل شکایت چی منم؟ چه خیل؟ سردار این شفی مافیا است. تو به همین گفتگی هایت یگان دلیلی داری؟ متاسفانه ندارم اما من این رو میدونم. همین خیل جنایت میشود لعنتی. شما با دل نگیرید. استغفرالله. یک خیل وقت و این خیل خطاگی میشوند. اگر شکایت چی باشید در حقش کارهایش را سر کنیم، اگر نباشید میتوانید روید. نه شکایت ندارم. تشکری زیاد. با اجازت شما. شب خوش. شب خوش. شکایتم را با کارگرت بعد دیگر خیل نشان میدیم. اونال در کجاست؟ اونال سردارم در خونه، یعنی در کارخانه. زود آنها فریاد کن. تلفن خطی فریادش کنم رفت سردار؟ با او زنگ زن. چی قبل بند؟ حالا سردارم بسیارم کار جدی هست برای همین زنگ زدم. بیسرم در 40 سال یک بار با زنم فیلم تماشا میکنم گفتم مرا راحت گذار. سردارم در حقیقت بسیار جدی. حالا با مدیر ما یک جایم شما رو میپرسد. چی خیل با مدیر ها؟ خودت حل کن. اگر من نباشم یک امنیت کلان برباد میرود. فیلم من را تماشا کنه. هایونال حاضر گریه هم میوید. تو گریه نکن. کشتش. چه خیل خاموش کرد نمی آمده است؟ نه گله گفت که نمی آم. حالا من به وی نشان میدیم. دستگاه مشتری خاموش کرده شد و یا بیرون از منطقه شبکه فعالیت قرار دارد. دست ناراست بوده است. سردارم $10,000 سرشه بخوره. چه خیلی وظیفه مرا گرفتم من بتید. هیونه گم شو. نمیک لباشیر. این کارهای عروس ها را دیر کردم عیب می شود. تو این را یک دیده برا. هیچ گب نیا کم میبینیم. آکا؟ ها این سمی است. این در خانه آقای اکرم بابای زهرا می ایستد. چه میگوی تو؟ پسرم این اکرم هم بسیار آدمی رهکشا بوده است. همه کار به پیش وی میبراید. در نزد خانه اکرم خواب رفته وی را که دیدید بار کرده به نزد من بیاره تیز. اطاعت سردارم. زود باش. وای اکرم بای.
برادر من نفهمیدم این چی خینسکن برده در اینجا رسمی سعید جان تشریف نوشتگه اون نخواد که سعید همه قبیزی باشه. باز چی را فکر کرده ای ساده ای؟ یا که بیتول را فکر داری؟ نه زهرا. آه کلسی دامولای زاغی سیایی تو چی خیلی آدم هستی هم؟ تا که درونکی میسوزی برا بگو که زهرا سخت ماده مقالی بگو که من برای تو از آسمان ستاره میارم در نگاه اولین به تو عاشق شدم تا حال از فکرم نمیبرایی اگر همون دختر به تو عاشق نشوه بیام به خدا برادر من در روی تو توف میکنم. زهرا لبای من به تو عاشقم. چی؟ از روز اول دیدم به تو عاشق شدم در حقیقت از فکرم نمیبرایی. من هم شما را دوست میدارم اما همچی دامولا شما را دوست میدارم مثل دامولا. من همچون دوست شما را دوست میدارم باور کنید. مثل دوست. من لایق محبت شما نیستم باور کنید. محبت خوب. من در این وقت وظیفه ام را پیش بردن میخواهم. اوف وظیفه. من در اصل نمیخواهم چنین شود دامولو. تمام اینقدر بهانه داشته اید نمیخواهم گویی که این کار تمام شود و رود. نه شوکت اهمیت ندید گفته که برای این گپ رو ما تو سر کردیم دیگر نکشیم بلا با پسش. ده ای شما دست کنوار پر کنم اما خوب تره. تو چی خیل حال کلا استاده ای؟ چی خیل پر میکنی؟ ای برادر ما را مکتب در کوچه خوندگی نیستیم. برای مثال این همی رسم سید احمد در تگش می نویسیم سید احمد. اگر در تو آنقدر عقل میشد چی پت داری؟ هیچ چیز نه. روید یگون کس نمورده است که اینقدر واهمه میکنید. روید از پای کارتون شوید. اما پدرجان. چی پدرجان کمی سخنی کلان رو گوش کنید. خیزید روید راحت گذارید مرا. زهرا تو ایستا. ملیس تو هم ایستا. مایلش بابا جان دیده ایستاده ای؟ آهسته دلی بابایش رو میوبد. سمی با یک نمایشگاه دعوتیم اما رفتن نمیتوانم کارم برآمد. تو با جای من میروی؟ بسیار میخواستم اما کارم برآمد باید حل کنم. خب هیچ گپ نی دیگر وقت نباشه. خوش مانیده. همین رو با میلیس یک جا کنم در دنیا خوشبخترین من میشوم. به شوخی خوشبخت میشوی؟ بله. ای رو سیو شیطان شد تو یک حیات مکر حیله میکنی. بسیار میدانی فروخ. من چی کار کنم اونال؟ آدم اگر شکایت کند پس کاری ما دیده بر آمدن است. شما حق هستید مدیر. آدم هایت را خبر کن اونال با آتش بازی نکنند. درست میگوید مدیر. گفتگی برین دیروز در کجا بودی؟ زنگ میزنم تلفنت خاموش است. قوه تلفن تمام شده بود برای همین نتوانستم. دیگر تکرار نشود. حاضر از خفای کارتان شوید. روید. بچشم برا. انا برآمد زود او رو دستگیر کنه. سردید مرا؟ سردید گفتم چی گفت خودش؟ برادر
تو دیوانه شدی پسرم ها؟ ایستاده آدم رو چرا دستگیر میکنی؟ سردارم شما حق هستید، چیزی که نگوید حق هستید. بخشش میپرسم، شما رو هم در مشکلی گذاشتم، اما وای در نزد سیلین اقاراتای بیزیب کرده رفیق سردار. در پیش زنت اقارات خیلی چی خیل میشه؟ پسرم من به تو از سیلین دور گرد نگفته بودم؟ گفته بودید سردارم، گفته بودید، اما خودم رو داشته نتوانستم. من به فرمان دلم، کی دل به فرمان من است. به غضب نایم میگویم، آرام شوم میگویم. این آدم وضع زندگیم را خوب کرد، اما بیهوده. گوش کن، از حد نگذران لوین. خودت رو هم میسوزانی، مرا هم. سردارم من اویلت رو نجات دادم کو. عجبا شما در نکام شاهد میشوید؟ خیلی نگاه باز. من با سیلین یک سر دو سر میکنیم، نصیب باشد در نکاح شاهد شما میشوید. لوینت پسرم ببین، تو بسیار انسانی خوب هستی، ایشه همه میدونم، اما کمی خنک. سیلین اصلا تو رو نگاه نمیکند. برای چی نگاه نمیکرده سردار؟ لوینت من به تو چی گویم؟ این خیلی نگوید. حتی سیلین چون این گپی بیمزه رو با من نگفته است. بچه ما هم مردکیم، ولی روزی شدنی من هم پد و پروسه. لوینت تا قدم تاق میشود. تمام گپ نیست. ها پسرم، عروس ها رو فریب کرده این رو سیرناک نگاه داشتنی بودی ها؟ با فکرم کمی نفهمی شده است. من کسی رو فریب نکرده. همین خیل. اما وای برادری روز چونین نمیگوید ها؟ کارهای من هم برار نگرفت خیر. ای خدایا، کپزنی رو ببینه. من غرق شدم. من هم بسیار پولهایم رو از دست دادم. تو راست میگویی؟ نمیگ این برادر غرق شده است، پولهایش هم نبوده است، فقیر شده است. برادر را رویش را یک سیله کن. ببینید التماس چونین فکری خطا نکنید. تمام من قرضدار هستم. کمی وقت دید قرضم رو برمیگردونم، باور کنید. چقدر وقت؟ گم شو. در مدت یک هفته پول رو بیار. در یک هفته؟ یک هفته وقتی کم است. من از کجا مییابم اینقدر پول رو؟ تم شو. از کجا میافته است؟ در تمام جای دکان گشاده اید. از امکی اکرامت گیر. الو زهرا، تو در کجایی؟ در خانه. فورا خوردنم لازم است. با قهوه خانه دیروزه آمده میتوانی؟ سمی جان بعد بخوریم، حالا آمدنم غیر امکان است. بسیار هم مهمه زهرا. یعنی بعد اومدن چی گفتنم رو میفهمی؟ خواهش میکنم. تمام حاضر میایم. تمام. نه ترسید. آقای شوقت شما مرا تلخه کف کردید. آقای شوقت نه، شوقت آقا نیست. شوقت جان چی بوده سنگه جان؟ تیز باش شوقت. بهترین گذارید، از اینجا گذارید. سری چنبرگه فراموش کنید. گذارید. تشکر. هیچ گپ نه انگه جان. سفر رو بخیر. بابا خوری. خواب شده است. مرحمت. دندونتون احتیاط کنید تایی در نمونه. ینگه ای گز کردی عزیزی؟ آب کردی. سلام. علیکم سلام دامولا. چیکار میکنی؟ احمد کجاست؟ در مکتب دامولا. اگر امروز هم رفته باشد به خاطر خواهرش از مکتب گریخته ایستاده است. زیغ نشو از این پس نمیگریزد. درس‌هایش را نقض میخواند. به تو یک کار یافتم. چی گفته دامولا؟ راست میگویی؟ من یک دامولای کلانم. من دروغ نمیگویم تماما. بدل نگیره دامولا، از هیجان گفتم. هیچ چیز گفتن از لازم نیست. تو را زن و دخترات رو یابو به نظر بیار و مسجد بیو یکون راهش رو میابیم. البته خدا از شما راضی باشد دامولا. ده دستتان رو بوسه کنم. نه احمد رو دیدی؟ از تنی من بوسه کن. اولا که مسئله حل شد با کارمان برگشتم. سردارم این خلر سرسیمه نشوه. در چند سال در یک روز شفا نمیوبد. کالتا کلاس رو دستگیر کنیم بعد ببین چه خیلمش در جایش میشود. رفتیم. با کجا سردارم؟ نزد بیت تو. دیوانه شای. رفتیم.
янга ҷон мебахшин дар болои лой ман кардагим дастонро бигирим қадамтонро калон гирем. мерси. марҳамат. шумо дар ҳамин ҷо интизор шавед, ман бисёр намеистам, ба корхона меравем. тамом янга ҷон, шумо чӣ хеле амр кунед. лесинсара нигоҳ кунед. бо нағалтен аҳамияти остад. خوش آمدی زورا جان. سلام. مرحمت شین. یگان چیز مینوشی؟ وقتی زیاد ندارم. با کارخانه میروم. چی بود از اینقدر سخنی مهم؟ اگر بسیار مهم نمیبود تو را سرگردان نمیکردم زورا. چه خیلی که میدونی من در خارج با روس‌ها تجارت داشتم و پیش از آمدنم با یک کار کلان سیلاه در اومدیم. برای به ترکیه فروختنم من مالم رو دیگرگون کرده بودم و این به گمرک ظاهر کرده شد. این کار دور و دراز دوام کرده. چگونه فهمانم؟ اگر به تو یاردم لازم باشد حرف بزن. سلامت باش جانم. تو به این هم فقط در برم بودی. در کدام موضوع پس یاردم مرا میخواهی؟ یعنی زورا جان، مالهایم رو از گمرک گرفتنم لازم است. برای این به من مقدار پول لازم است. حتی من برای پولهایم به بانک‌های خارجی مراجعت کردم، اما آنها به من در مدت یک هفته میگذرونند. گفتند با عمکم اگر گویم زیغ میشوند، میفهمی؟ یا اینکه نادرست میفهمند. یعنی یک هفته اینه به من پول قرض داده میتونی؟ بیا موسمی، اونقدر پروبلم هم نداشته. با تلفن هم میگفتی میشد. دوستی جانی هم تویی. یعنی تشکری زیاد به تو. یک باوش البته به خدا خدمتی بسیار هم بزرگ کردی با من. یک هفته بس پولت رو برمیگردم. لبا شوکت برادر جان، در اینجا کارهای نمیشدگی شده ایستاده است. ببین حالا من احمق را سرش را میگیرم. تمام این کانون دیوانه است. چخیل کانون؟ ای چخیل کانون؟ این کودک احمق است کو سمی انتظار شو، حالا می آیم. حاضر من کلای او را میگیرم. چرا تو هیچ کار نکن، تو انتظار شو مرا. چخیل چیز نکنم در پیش چشمم یانگا ما قاچاق کردستن. شوکت اگر یگون کار کنی تو را از دفترم خط میزنم. من برای عروس خیلی گفتستم. دایوسی چی؟ هجری حالی با سوال جواب دادن ندارم. حالا من سوال میدیم. ماشین داری؟ با خدا ندارم استاد. میداشتی حیران میماندم. از کجا میابم؟ استاد عمکی خلیل دارد. ماشین رو چیکار میکنید؟ هیچ چیز، رفتیم. مرحمت استاد یکی پدرم آید. نمیآید. یگان چیز گوید بعد املا ماشین لازم شد. مایلش استاد روی سفید. ما خیر می هجری تو اینجا چیکار میکنی؟ استاد همروی شما رفتن میخوام با خدا. حال جمع کنی ندارم، سخت داشتشی. مایلش استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سردارم تا صبح در همه جا انتظار میشم. ینگت رو زیخ کردن لازم نیست. من انتظار شده نمیتوانم، اما تا صبح تو انتظار میشوی. برادر در کجا میگری؟ کمک دیگه دیر میگری یا شوکت تو هجری رو گرفته را. نه برادر خفه نشو، تو رو تنها نمیگذارم. شوکت چیزی که گفتم همون را کن، تیز باش. بچه او زنی تو باشه ینگای مو. شوکت این خیر باشه ما به محله میرویم. اینه کلیت ماشین. سلامت باش تو برو. سلام با همه. 2 روز می شود که این تمام نمی شود. قهوه یا که زهرا من چیزی رو نمیدونم، یا اینکه سمی با قهوه فال میبیند. اگر ببیند 1 تومان هم گیرم. ببخشید 1 قهوه بیارید. تو رو فال دیدن لازم نیست دوملوزیا. به این هم معلوم تو رو 3 روز دیگرت مانده است.
ببخشید خودم را داشتن نتوانستم. با خدا زهرا جان، من سمی را بسیار دوست داشتم. برادرم باور کن نماز جنازت را من میخوانم. خیز زهرا، ما اکنون رویم. سمی هم یگان کسی دیگر را یابد برای فال بینی. زهرا، یا با من حالا میروی یا اینکه بابا باید همه را گفته میدهی. خیز. روز بخیر. تو دیوانه شدی. این بازی رو حقیقت فکر کردن رو سر کردی. من با تو چی گفتم؟ من گفتم که با این آدم نزدیک نشو. اما تو چیکار کردی؟ به سخنهای من تماما اعتبار ندادی. در درون آغوش گرفته چیکار میکردی بابای مرد؟ حقیقت رو میخواهی فهمی؟ گپ زن ببینیم چی میگویی. سیلیل بستمی معقول است. من آنها رو یک جا کرده ایستادم. تمام؟ کشا این را. لبای جونکم. جونم در کجایی؟ هیچ کارکاری سودم. هیچ چیز نیست. یعنی یگان کاری مهمت است. نه چی کار میشود؟ کاری هر روز آخر. این خیلی باشد بیا مرا گیر به نزد بابایم میرویم. تمام زنک جان، در حال میآیم. لوند چشمت را از دختر دور نکن. یگان چیزی مهم شود به من خبر ده. سردارم چشمم را از اون نمیکنم. فرو پسرم، ینگت انتظار است. ای سردارم، هوا بسیار خنک. ای تو در عسکری نوبچی نمیستودی؟ سردارم نوبچی گفته چی رو در نظر داره؟ نوبچی سرحد، نوبچی دروازه یا نوبچی توالت؟ لوین جان، فرید در شوید. تست. چی گپ شد؟ یا که احمد رو موندنی اومده؟ نه، برای بردن شما آمدم. خودت رو عذاب نده. 100 بار گفتم که دوباره بر نمیگردم. با من گوش کن. داملای مسجد است کو؟ ها میدونم، به اینجا هم اومده بود. با من کاری افت. کاری افته است؟ بله، باز در دادن قرض کمک میکند. در حقیقت؟ بیا یک روی نکن زنک جان، همش خوب میشود. کودک را جدا نکنیم. تمام، من لباسایم را جمع میکنم. زودتر باش. کودک را گرفته به خانه برمیگردیم. یک دقیقه، تو به کجا میروی؟ به مسجد. اکای فاضل هم وفات کرد. سیدت تو به نمازخانه آمدی؟ نپرسه که ایرج، همه چیز از روی هم آمدن گیرد. انسان باز از خدا یاردم میطلبد. محترم داملو عقلم را بجایش آورد. بسیار انسانی حقیقی بوده است. در دو دنیا حقش را دادن نمیتوانم. ایرج بشنو، یکی عقل تو هم بجایش میدراید. سلام علیکم. خوش آمدید داملو. خلیل، امروز مجبور شدم ماشینت را گرفتم. کمی کاری مهم برآمد. تو را نیافتم، اجازت گرفتم نتوانستم، اما همش خوب است. اینطور نگوی داملو. اگر معقول شده باشد هم ماشین شما بگیرین شه. رحمت کلان. خوب رفتیم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. جماعت استید. استاد التماس امری معروف کنه. تشنه امری معروف شما هستیم. خیلی شد امری معروف این نکردیم. جماعت دیگر کار نداشته باشن، فقط امری معروف. راست داملو، خیلی شد امری معروف نکردید. بله استاد. البته شما در حسرت امری معروف من هستید. محترم جماعت، بدانید در این دنیا
همه ما مهمانیم و خدای تعالی انسان را اینجا امتحان میکنه. انسان ها همین که خود را بی‌نیاز بینند پروردگار خود را فراموش میکنند و چون گرفتار بلای شوند باز خداوند به یادشان میآید. خداوند میفرماید مؤمن برادر مؤمن است و هر چی را که برای خود پسند میدانید به برادرانتان نیز پسند دانید. ببینید پیامبر گرانقدرمان در یک حدیث چنین میفرماید هر کسی در این دنیا به بیچارگان فقیران یاری دهد خداوند در روز قیامت با او یاری میرساند و هر کسی که به برادرش رنج میرساند خداوند در روز قیامت او را از رحمتش ناامید میسازد. شما با برادرانتان یاری رسانید تا خدا با شما یاری رساند. جماعت مسلمین بشنوید و اطاعت کنید. با عائله هایی که مشکلی دارند التماس چی مادی باشد چی معنوی کمک رسانید تا آن عائله پراکنده نشود. دانسته باشید در این دنیا همه نعمت ها از آن خدا است و با واسطه آن ما را می آزماید، سنجش می کند. از شکرگزار باشید. همیشه در خدمت پدر و مادر، خویش و تبار، یتیمان و بیچارگان باشید. ببینید من کفالت میدم که همه این نیکی‌هایتان روز قیامت با خودتان برمیگردند. خدا هدایتان کند. این چه خیلی کمور باشه؟ فقط دو صورت داره. بیزار کردی خطی همین صورتات. چیکار کردی برادر؟ دهنو ببین چه شکستی آخی؟ نه پسرم واهمه نکن. ما خطا فهمیده موضوع رو. سمی رو با سیلین نزدیک کردنی بوده است. بیا ما نمیگه پاته به خدای مرده کلانی سوده ایده. با چشمم دیدم که ینگم اچاق کرد. یا خدای شوکت اینقدر نپرسیدم. چرا یکدیگر رو آغوش میکردید گفته باید میپرسیدم. ایران با جای تو میبودم کو تگی پاش میکردم میزدم سر و فوکش هوا رو میکردم و یک کلاش میگرفتم ای بینیش. اینقدر وایمه بد نکن با جنگ و جنجال میشد است ها. با ما میزه بدین. راست میگویی برادر جان. کمتر گیزله شدم. انسانی دوست داشته آمده است. کی؟ باجعت. چی؟ چرا این رو پیشتر نگفتی؟ باجان؟ همه پیش آمده بود. شوکت اینها حالا همه رو رسوا میکنند. آقای اکرم فریاد کنه شرمنده میشوید. من گریختم برادر. با کجا میگریزی؟ با من چی دروغ میگم آخی؟ یا خدایا گپ دروغ نیست. یگان چیز پرسم به جنازه رفت میگویی مایلش. ای برادر آخی من میپرسم به جنازه کی رفت؟ با من چی میگم؟ دامولو من شما رو میگفتم. بخیر باشد خانم بتون. بیا خوش آمدی. به شما یک خبری عالی جناب داریم. اپا شما حامله دار شدی؟ جانم گویم انشالله این هم می شود. همین خیل نه اونال؟ انشالله ما با اونال بسیار هم خوشبخت هستیم، مثل در آغوش یک دیگر بریم. خی این خبری عالی جناب چی هست؟ جواب دیم خوب می شود. بله بند سردارم در کلاس حالا با بهتور صحبت کرده ایستوده. چی؟ تمام
پسرم تمام خود حاضر می آیم از آنجا به هیچ جا نرم. داماد به کجا؟ باز از قفای کی میدوی ها؟ گفتید که در آغوش یکدیگر زندگی میکنید. جانکم به هیچ کجا نمیروم. یکی همه خیلی شد آموخته شده. حاله جان ما رو اینقدر انتظار نکن. گپ زن آخر. گپ زن جانکم. زود باش. حالا نمیبرایم. کارت کلاس رو تعقیب کن. جایش رو فهم. خود رو در نظرش نشان مده. با تو وعده میدیم اگر کارت کلاس رو دستگیر کنیم با دستان خودم تو رو نکاح میکنم. داملو من از شما بخشش پرسیدن میخواستم. استغفرالله چی گپ شد؟ از روزی که به محله اومدید من به شما خوب رفتار نکرده بودم. واه خواهر جانکم همه این ساخته بود است تو میفهمی لیکن در کودکیت نشونه بودی میزکی من خواهرکم تو رو با آغوش نگرفته خود رو چونین داشته ایستادم اگر دونی نه جانم میشود خیلی چیز آیله پورا پورا شده رو شما پیوست کردید داملو. خدا از شما راضی باشد. استغفرالله هیچ گپ نیست. ما هم از دست همون چیزی هویت همون رو میکنیم. شما خوب هستیدن یگان کم بودی نیست. سلامت باشید داملو. شکر خدا. با اجازت شما من روم در بیمارخانه انتظارم. روز بخیر. روز بخیر. خواهر جانکی من خاطر مشه خواهرم از این پس در برم هیچگاه تنها نمیگذارم. سلام علیکم بچم. علیکم السلام. من مسجد محله را جسته ایستادم. مسجد دوتر موندم اکجان در دیگر طرف. اگر نماز خوندنی باشی وقت گذشت. من نمازم را خوندم. خدا قبول کنه. رحمت. من امامم. از مفتیات در مسجد محله مرا امام خطیب تعیین کردند.